خب پرابلم دیگر بر سر خلق کارکنان امنیتی حصار مردم به داد آوردند. ما در روسیه برای آبادانی پول جمع کرده بودیم، دست یک بیزنسمن داده بودیم، کسی بازی کرده گپ زده امنیتی ها اومده همون پول با سپیسکه های نام آدما بودگی گرفته رفتن. پول کلان قریب 60,000 سوم پولای به امنیتی ها گفتیم که ما هیچ وقت شما های ظالما را نمیبخشیم. وقت ساعتش میه هم وقت ماندگی فراموش نکنیم که از حصار بیرون برآمده از ناحیه های خودتون گرفته نمیتونید. خیلی مردم نوشته چرا حتی لباس زنکی هم پوشین. باور که ای به همین امنیتی ها را همینطوری میگن اگر لباس زنکی هم شما پوشین بیرون برآمده نمیتونید. لباس زنکی هم پوشین. اگر ما خلق حصار شما حرامخوار رو میبینیم مراجعه به خلق حصار ناموستون کجا شد که هفت امنیتی از دیگر رایون اومده خلق غم داده گشتن. نترسین که ناموس مردم جوانی حصار کجای چاپلوسا همش فهمید که آیندهشون جزیره خیام مردم شد دیگر پول ماشون فایده نداره. با خوبی امنیتی های حصار پول برده تین حالی هم وقت دارین بعد پشیمون میشین. پول برای آبادانی باز فهمونده هستند که مهاجرای مهاجرهای ما مهاجرها شما رو نمیبخشیم. خونتون میسوزد بگذار این سخن رو تمامی مقامداران تاجیکستان دوست فهمند از پرزیدنت لعنتیش تا پاسلدنی چاپلوساش. این مردم حصار نوشته هستند. اگر پول بچه‌ها جمع کردگی البته از پیسکه افرادی که پول جمع کردن برای آبادانی رحمان و یتیم و فندیسش کو کرده است. مردم برای آبادانی مکتب پول جمع میکنن و نامهای سپیسکش در دستم هست. یعنی افرادی که خب اینا می چند یک دو نفرش میخونم تو اینکه نگه که بدروغ میگه. خالوف سهراب 2500 روبل داده است. کنجایف محمد 2000 روبل داده است. کنجایف اینایت الله 8857 روبل داده است. کنجایف علی جان 10857 روبل برای آبادی مکتب داده است که همون بیزنسمن قپیدن از روسیه بردنش تاجیکستان برای هم پولای در دست جمع شدگی اون پول برای آبادی مکتب داد. خوب این چیزایی که برای ما رستگی یگان 11 تا 1 2 3 4 5 لیستکی نام های آدم های پول دادگی 2000 8000 10000 5000 همه خیلی مبلغ یعنی برای آبادی مکتب دادگی هم تا اینکه مکتبشون آباد کنن ولی اونا قپیدن و گرفتن برفتن.